خب شبتون بخیر دوستان بیننده، متشکرم از آقای یوسفی عزیزی. 7 8 دقیقه فرصت دادید که با آقای امیرعودی همراه باشیم. نمیدونم چی بگم، یعنی یادم آقای مهران مدیری یه چند وقت پیش یه دیالوگ خیلی معروفی داشتن که آقا مثلا این دیگه اینطوری، این دیگه اینطوری. اصلا آقا مهدی این فوتبال دیگه اصلا کلافمون کرده. مثلا شما نگاه میکنی خب تراکتور هم توی لیگ نخبگان آسیاست، بعد مثلا بازی هم میزبانه تو تبریز 49000 نفر میرن تو استادیوم، نمیتونه مثلا حریف خودش رو ببره، فشار هم میاره، موقعیت هم داره، استقلال میاد مقابل تیمایی که آرزوشون بود مقابل تیمای ما بازی کنن، یعنی مثلا المحرق که میاد مثلا تهران مقابل نماینده ما بازی میکنه، بعد مثلا سپاهان میره به الحسین اردن میبازه. بعد شما این آمار ارقامو نگاه میکنی، این پولایی که داره خرج میشه، آقا این اومد اون اومد فلان بازیکنو گرفتن، این تیم سقفو زده، این تیم کفو زده، این تیم این کار کرده، این تیم اون کار کرده. ما دیگه به درد نمیخوره اینجوری. یعنی واقعا یه فکری بکنیم، یعنی فقط اعصابمون داره خورد میشه. معذرت میخوام این واژه رو دارم به کار میبرم، احساس کنیم تحقیر داریم میشیم و تیممون هم نتیجه نمیگیرن. تماشاگرم میکوبه میاد با حالا هر شرایط خاصی که داره، با هر وضعیت اقتصادی که وجود داره، هر فشاری که روش هستش، خودش میرسونه ورزشگاه، تشیه حیا کن رها کن میگه، دوباره میره خونه، دوباره فردا جلسه فنی و دوباره همون آشو همون کاسه. نه استقلال رو هم مثلا فوتبال ایران یه سرازیری ما افتادیم، یکی نجاتش بده خدا وکیلی. 1-2 سال وقتی که ما میایم میشیم تو رسانه ملی میگم فوتبال ما ضعیف شده، انقدر خودمون رو فریب ندیم ما تو آسیا اولیم دومیم، دنبال آمار نباشیم. همه همکاری من دلمون واسه فوتبال و مردم و کشورمون میسوزه، یعنی فوتبال میتونه پرچم ما رو ببره بالا. بله الان این هوادار شما نکن عشقش شده آبی قرمز یا تراکتوریای عزیز یا اصفهانیای عزیز، همه میان به عشق این فوتباله، ولی فوتبالی داریم میبینیم به اندازه اون پولی که داریم میگیریم ما فوتبالی داریم میبینیم؟ نه.